توجه به شرایطی که پیرامون ایران وجود دارد، مخصوصاً وضعیت غرب آسیا یا خاور میانه و احتمالی از سرگیری و شدت تحریم‌ها، تهران ناگزیر به تقویت همکاری‌ها با کشورهای آسیایی و شرقی است و از جمله نگاه مثبت نسبت به آسیای مرکزی، خاصتاً تاجیکستان، زمینه‌ساز همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف و از جمله اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری خواهد بود. من فکر می‌کنم که نیازهای متقابل هر دو جانب را وادار به فراهم کردن تسهیلات یا آسانسازی روابط در زمینه‌های مختلف هستند که لغو روادید و اراده برای برهم زدن برخی از مانع‌های تجاری و همچنین گمرکی نشان دهنده اراده است که به آن اشاره شد. از سال 2019 به این طرف ما شاهد بهبود روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف هستیم. با انجام سفر امروز رئیس جمهوری ایران ما شاهد بازگشایی برخی از نهادهای ایرانی در تاجیکستان که قبلا فعال بودند. از سوی دیگر امضای 23 سند در زمینه‌های مختلف و همچنین امضای 13 سند اقتصادی و تجاری نشان دهنده اراده دو طرف و تحکیم و گسترش همکاری هاست.